امروز قرار داستان زندگی یکی از درخشانترین ستاره‌های سینمای ایران رو بشنویم. ترانه علی دوستی، زنی که با استعداد و جسارتش مرزها رو جابجا کرد. ترانه در 22 دی 1362 در تهران به دنیا آمد. پدرش حمید علی دوستی یکی از بازیکن‌های با سابقه فوتبال بود و مادرش مترجم زبان آلمانی. خانواده‌ای که فرهنگ و تلاش پایه‌های اصلیشون بود. علاقه ترانه به هنر از همون نوجوانی خودشو نشون داد. خیلی زود پا به کلاس‌های بازیگری گذاشت و در همون سالهای اول نگاه‌ها رو به سمت خودش کشوند. در سال 1380 با بازی در فیلم من ترانه 15 سال دارم، در همون تجربه اول نه تنها تحسین منتقدا رو به دست آورد، بلکه برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد. از اونجا به بعد اسم ترانه توی سینمای ایران پررنگ شد. بازیگری که نه فقط زیبا بلکه عمیق و هوشمند بود. یکی از نقاط عطف کارنامه ترانه همکاری با اصغر فرهادی بود، کارگردانی که نگاهش به بازیگری با نگاه ترانه هماهنگ بود. فیلم درباره الی نقطه اوج این همکاری بود، نقشی که ترانه با تمام وجود زندگیش کرد و تماشاگر رو درگیر خودش کرد. ترانه مسیرش رو با دقت ادامه داد، از فیلم‌های مستقل تا پروژه‌های مهم. همیشه درخشید و استانداردهای جدیدی رو تعریف کرد. در فروشنده کنار شهاب حسینی و زیر نظر فرهادی دوباره درخشید، فیلمی که اسکار گرفت و اسم ترانه رو جهانی تر کرد. ترانه فقط یک بازیگر نبود، صدای زنانی شد که صدا نداشتند. در فضای مجازی با جسارت درباره مسائل اجتماعی حرف می‌زد. سریال شهرزاد یکی از پرطرفدارترین مجموعه های تاریخ ایران شد. ترانه در نقش اصلی قدرت و ظرافت بازیگریش رو نشون داد. او در کنار تمام فعالیت‌هاش مادر هم هست. رابطه خاصی با دخترش داره و همیشه سعی کرده توی تربیتش حضور فعالی داشته باشه. با کارگردانای مختلف همکاری کرده و نقش‌های متفاوتی بازی کرده. همیشه دنبال تجربه‌های تازه بود، نه تکرار خودش. از فجر تا کن و برلین، ترانه بارها روی فرش قرمزهای جهانی قدم زد و به عنوان نماینده‌ای از سینمای ایران تحسین شد. اما مسیرش همیشه هموار نبود. گاهی ممنوع الفعالیت شد، گاهی مورد انتقاد قرار گرفت، اما هیچ وقت ساکت نشد. امروز خیلی از بازیگرای جوان ترانه رو الگوی خودشون میدونن، زنی که با صداقت و قدرت مسیری متفاوت ساخت. ترانه حالا بیش از همیشه پخته، با تجربه و آگاهه. هنوزم بازی میکنه، اما با وسواس بیشتر و انتخابهای دقیق‌تر. ترانه علی دوستی فقط یک بازیگر نیست، یه صداست، یه نگاهه، یه جریان. زنی که ردش تا سالها در تاریخ سینمای ایران باقی میمونه.